کارمندان کمیساریات‌های حربی سوخت همراه مسئولان حکومت‌های محلی خانه به خانه گشته جوانان دعوت شونده به خدمت حتمی حربی را ثبت نام می‌کنند. الهام بانیازов معاون سردار کمیساریات حربی ولایت سوخت میگوید تا 27 ساله بعد دریافت کردن نمیتونید شکل مسلح به دعوت کنید. اساسی همش همین سرکش کردن خدمت حربی. بعد حاضر آموزش خطی همه ما دریافت کرده کارهای تشکیلات ترغیباتی بوده. باید عهده‌داری خود دانند و حقوق خود خوب میدانند که من بازداشت نمودن من این کردم و لیکن اساس و عهده‌دار است که بعد از به تبلیغ رسیدن فرمان پرزیدنت آمده به کمیساریات نظری خود نامنویس کنند دعوتنامه این حتمی. به گفته مصاحبم شماره جوانانی که سالها از خدمت حربی سرپیچی میکنند چندان زیاد نیست. در همین حال برخی ساکنان میگویند کارمندان کمیساریات‌های حربی همراه نمایندگان کمیته محله ها منزل آنها را درک گفتند و ضمن صحبت گفتند که در صورت سرپیچی دعوت شونده علیه او در دایره قانون چاره دیده می شود. رفاعت خواجه و یک زن از ناحیه ظفرآباد به رادیوی آزادی گفت نمایندگان کمیساریات حربی آمادگی بودند به خاطر آنکه فرزند من در فدراسیون روسیه است برای بهشوی روزگاری ما مساعدت کرد. کار میکنه یعنی؟ بله اونجا کار میکند در مغازه فروشنده است. با خواهش دل بیاید به خدمت رود. من هم خیلی خرسند میشدم که فرزند من در ارتش ملی با سری بلند خدمت را به جا میآورد. اما مصاحب دیگرمان ناصر جان شیرالیف از ناحیه ظفرآباد میگوید شنیده است که در بعضی قسم‌های حربی عسکران سابقه‌دار نو به خدمت رفته ها را ضرب و لط میکنند. مصاحبم افزود طرفدار آن است که اول شرایط خدمت را در قسم‌های نظامی خوب کنند بعد او فرزندش را خود فاتحه داده به عسکری گسیل میکند. الهام بانیازov معاون سردار کمیساریات حربی ولایت سوخت میگوید به خاطر رفع این گونه شبهه ساکنان تا آغاز دعوت بهاری در قسم‌های نظامی روزهای درهای باز اعلان میکنند و پدر و مادران سربازان و دیگر ساکنان خواهشمند می توانند به قسم‌های حربی رفته با شرایط بود و باش و وضع عسکران با چشم خود از نزدیک شناس شوند.